بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. سوگند به صبح و به شبهای دهگانه آغاز ذی‌حجه و به زوج و فرد اشیاء و سوگند به شب هنگامی که حرکت می کند و می رود. هل فی ذلك قسم لذی حجر. آیا در این چیزها سوگندی برای صاحب خرد نیست که او را قانع نماید؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد. ای پیامبر، آیا ندیدی که پروردگارت با قوم عاد چه کرد؟ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. همان قبیله ارم که دارای کاخهایی با ستونهای بلند بودند که همانند آن در شهرها آفریده نشده بود. و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد و فرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد. و نیز قوم ثمود، آنهایی که صخره‌های سخت را از کنار وادی می تراشیدند و برای خود خانه می ساختند. و فرعون صاحب سپاه بزرگ و قدرتمند، همان کسانی که در شهرها طغیان و سرکشی کردند. فاکثروا فیها الفساد فصب علیهم ربک سوط عذاب. و در آنها فساد بسیار به بار آوردند. آنگاه پروردگارت تازیانه عذاب را بر آنان فرود آورد. این ربک لبالمرصاد. یقینا پروردگار تو در کمینگاه است. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن. و اما انسان هنگامی که پروردگارش او را بیازماید و گرامی دارد و به او نعمت بخشد، مغرور می‌گردد و می‌گوید پروردگارم مرا گرامی داشته است. و اما اذا ما ابتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. و اما هنگامی که او را بیازماید و روزیش را بر او تنگ گیرد، دل سرد شده و میگوید پروردگارم مرا خوار کرده است. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. هرگز چنین نیست که شما میپندارید، بلکه شما یتیم را گرامی نمی‌دارید و یکدیگر را بر اطعام مستمندان ترغیب نمی‌کنید. و تأکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما. و میراث را حریصانه می‌خورید و حق ضعیفان را نمی‌دهید و مال و ثروت دنیا را بسیار دوست دارید. کلا اذا دکت الارض دکا دکا و جاء ربک والملک صفا صفا. هرگز چنین نیست که شما گمان می‌کنید. هنگامی که زمین سخت در هم کوبیده شود و هموار گردد و پروردگارت برای دادرسی بیاید و نیز فرشتگان صف در صف بایستند. و جیء یومئذ بجهنم یومئذ یتذکر الانسان و انى له الذکری. و در آن روز جهنم آورده شود، در آن روز انسان کافر پند میگیرد
و توبه می کند. و اما این پند گرفتن چه سودی برایش دارد؟ يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وی میگوید ای کاش در دنیا برای این زندگیم چیزی از پیش فرستاده بودم. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. پس در آن روز هیچ کس همانند عذاب او عذاب نمی کند. ولا يوثق وثاقه أحد. و هیچ کس همچون بند کشیدن او کسی را به بند نکشد. يا أيتها النفس المطمئنة. اما به مؤمن ندا می شود ای روح آرام یافته، ارجعی الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. به سوی پروردگارت بازگرد در حالی که تو از پاداش الله خوشنودی و او از اعمال تو خوشنود است. پس در زمره بندگان خاص من درآی و به بهشت من وارد شو.